بزرگه که سری کوی تو را یاد کنم صدا و فغان از دل ناشاد کنم دور از گل روی تو چنانم که دیگره بلبل شوم و هزار فریاد کنم بلبل شوم و هزار فریاد کنم من عزیزبکوف امامدین آهنگر 30 سال میشود که همین کسبه را ما کار می‌کنیم. من استاد ما میرزایوف سیمدین همین کسبه را با ما آموختگی شاخین میسازیم، کدمن میسازیم، بیل، دوست با کدمن هر همین خواجگی قشلاق را چیزی که در کار میشود ما ساز می‌کنیم همین را. یک کمی ساز کردگی ما آیم گلمیخ سر کردیم بعد دوست های با استاد یاد گرفتیم با بیل کدمن دیگه چیزا رو یاد گرفتیم با 30 سال شد کار کردیم اونجا هنر ما استاد یاد گرفتگیم همین استاد ما در همینجا ای سال 94 ما اومدیم همینجا کار کردیم نه 30 سال میشه و استاد ما نعل راست میکرد دهنه اسب راست میکرد خیلی تری یوغای چه سپاره تری خط میگرفتن خیلی دورش همون خیلی به دوری که نبود همون چیزا را راست میکردن در همینجا یا خیلی برای تکنیک های برای تراکتور آنیو یورا ما خود مساز می‌کنیم نمیورا برای چزیلای تراکتور یاشم برای تراکتور آنیو برای کلتیواتور بین پخته یورم تیار میکنیم علاوه ما فقط کمرای نظر ایلوف کار می‌فرمیم اوهان آنای وقت نمیتونیم ما کار کردیم اوهانا برای که اولی سرخای وقتی که اوهان ای سرخی سفید میشوه ما میتونیم که کار کنیم ایرا همین نمود کشید میتونیم کارش فرمیم وقتی که اوهان سفید شد در وقتی کار کردن آسان میشه میدود ما هر روز از صبح تا شما همینجا میایم کار میکنیم برای زندگیمون ما همین کسبمو افتخار میکنیم که همین کسبه را با ما نصیب کردگی های این بهترین کسبه های این هنر به های ملک پدر
هنرداری همه جا با آورو بلند های هفت فرزند مو همه پشتی مو همه پشتی زندگی ما برده سیم نون نمک خورده سادن همه هنری مو زیاده از 30 سال هست که ما همین کسب همین کار کرده هستیم. چون که دیده صحت همینجا محصولات خام ما از هر خیل چوبای درختای بید هست، چهارمغز است، چینور هست. همه چوب بر راست خودش یک خاصیت داره، خوبی، سختی، ملایمی، هر کدامش یک خوب و ناخوب هم داره. ما میشناسیم شو اوستاها. این چوبی بید ملایمه نظر به دیگه درختو چینور و چهارمغز. چهارمغز چوبی سخته، بهترین چوبی چینور هم همین خیلی چوبی سخت، چوبی خوبه، یکی کم یافته. ما حاضرش همین چوبای بید چهارمغز چینور خریداری میکنیم، از نه یا از گجای خریداری میکنیم. همین خیلی کارمو گویا که کرده رفته ایستیم. اولی کار سر شدگی ما چنان دیده صحت اره میکنیم، آورده همینجا حساب میکنیم چند قدری باید باشه. بچه ها اره میکنن، 2 بلک میکنیم. همین خیلی با جنده تیشه خطی کار میکنن، ای جنده اره خطی کار میکنن. کار اساسیش دکانده. بعدی اره کردن همینجا تیشه خطی بچه ها شاگردات همیره هموارش میکنن. بعدی هموار کردن خط میکشن. بعدی خط کشیدن این طرف شد این همین خیلی میکنیم. بعدی این همین درون شد تیشه خطی میزنیم. گویا که قالبی طبق تیار میشود. اینجا از طبقای از درختای چینور این از سخت‌تره، بید ملایم تره. هر کدومش براستش همین درونش همین خیل گرفتن در کار. بعد این دکانده میبریم. سالای اولا این خیل اراهای بنزینی خیلی دستی کار میکنیم. کارو اولو قینتر بدن. بازی اره هستک شاگردا هستن. کارو حاضره نظر به اوله سبکتره. طبق گپ در حجم کلانی میدگیش میره. چوبی سخت باشه، ملایم باشه. چوبی ملایم باشه، بید باشه مقصد، یا سفیدار باشه. در روز 5-6 تا 7-8 تا ممکنه ساز کردن. بعد اره کردن توش ساز کردیم. اینا درونش میگیریم. بعد این میتونیم که در دکانده برده کار ما دوام بتیم موجنده. اینجا وابسته از حجم کلانی چی میشه طبق میشه و کلانتر باشه مقصد سختتر باشه کار زیادتر هست. اگر چوی ملایم باشد با کمتر وقتی کمتر میرود. همینجا وابسته از چوبی سخت ملایم میده کلان همین خیلی میشود. وابسته همین میشه. یک خیلی آدم چکر طبق چکر میگه، یکش کمتر روکتر میگه، یکش بلندتر باشه، یکش غوص بگه تنکتر بگه. چه خیلی مزاجون طلب کنن ما میتونیم که سازش کنیم. چه خیلی که همین آدمی زاد هست. همین درخت هم چینور میگیم. چند نمود میشه، پوستش تند میشه، پوستش غوص میشه و یک نمودش ملایم میشه، یک نمودش سخت میشه. اما را ما اوستاها میشناسیم. همین خیلی بینیم از پوستش میشناسیم که قدمش چوی خیلی سخته، ملایمه. لبی طبقه چقدر غوص لازم باشه، تنک باشه. میتونیم که ای طرف بازی بگذاریم، ای طرف کار کنیم با
درونش تمام بود. اگر چوبی سخت باشد کمتر تنکترش کردن، چوبی ملایم باشد میتونیم کمتر غوصترش کنیم. چوبی ملایم باشد ممکنه همون تو بخوره، ممکن کجله شود، ممکن که یکان کمبودی شود. میتونن که نمکان در یک بجوشاننش، میتونن که روغن بسیارتر باشه، روغن شیرین بعدی روغن شیرین کردن دیگنده همون در میتونن که یک 5 مینوت همون درون همون روغن شیرین گرمنده میتونن که چیز کنن. میتونن که همین آشی پلونده دمش بودوزن همون بولونده میتونه هم میپزه هم روغن میکشه چقدر شروع میشوه کشته و توزه و میتونن که همون استفاده برن بعد همین نمک و یا روغن کردن دیگه کمبودی خود خود نمیشه. در مابین جماعت هم میدونه که خیلی دیدایسی خلق استفاده میبردن، حاضر هم استفاده میبرنش. برای همون برای این کار مهنت حلال میدونن که کسب و کار ما همین است. ای روی همین ما زندگی ما برده ایستیم، نوحیانده باشه، جماعتانده باشن، میبینن میشناسن ما چنین خدمات قدر قیمت داریم. ای پشتی همین برای که مهنت حلال بچه ها هم بیکار نمیگردن، در بر ما کار میکنن. ای بیکارگردی کوچکگردی هر خیل کارهای نوچین ناشایان مهنت حلال در بر ما میکنن، همیشه خوب تره. اندر دل من مها دل افروز تویی، هستند دیگران ولی که دل سوز تویی. شادند جهانیان به نوروز و به عید من و نوروز من امروز تویی. من و نوروز من امروز تویی.
ما نامش نشخشبه. بعد را اول او میریزیم، بعد زردالو. اول زردالو را میجوشونیم، بعد که او پخت میدهش میکنیم. بعد ما ارده قطعی او حرارش میکنیم، بعد این نشخشبه میشود. بعد این نشخشبه می شود. خوراک قدیمه ما. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمده، بلبل با تماشای دف و چنگ برآمد. مرغانی چمن جمله بی کردن پرواز، مرغی دلی من از قفسی تنگ برآمد. مرغی دلی من از قفسی تنگ برآمد. یاره این چادر سالای 61 دختگی با رشته پیله قطی پیله را میرسیدن با اچاق قطی رنگ میکردن. هم خیلی چادر عروسی میدوختن. بین چادر در کاسه ها میکشن. کاسه با مثل افتاب رمزی افتاب دارد. بعد 5 نمود رنگ قطی میدوزن چادر. سرخ، سبز، سفید، سیاه، کبود. وقتی که بیبیم درزی با پیله قطی میدوختن، رشتهش که تمام میشد بعد تاو میدادن پیوست میکردن میدوختن که چونکه عقب رشته نبروید. این کرتای ملی تاجیکی سالای 65-66 دختگی با رشته پیله قطی اینم هم خیلی دختگی که رشته عقب متریال نمیتوه کرده. هم خیلی تاو دادگی دختگی که رشته یکم ایده تا آخرش میدوزنه عقب رشته نمیبروره. پیله وقتی که رنگ میکنیم رشته به رنگ میشوه، یک بار بشویش رنگ پیله میروه. رنگ در ایش میزنه. برای همی ایرا آزادانه میپوشی که رشته رنگ نزنه. اینش باشه سالای 82 اچام دختگی با رشته زمانوی. رشته زمانوی قطعی اینا مثل بیبی هم خیلی دخت است. خیلی میبینیم از بیبی هم میراث همی چکندوزی میراث قدیمه از بیبی هم اچام از اچام ما هممون همی خیلی هنرمند خواهرم دخترو میدوزن همی خیلی کلینامون میدوزن. این گل را بیشتر در منطقه رشت همی خیلی سوزن قطی میدوزن رشته قطی همی پر میکنن که چی نشود یکم جا خالیگی نمونه.
این باشد فرنجین میگفتن در سر عروس میشود. انا میخواد دروز بعد گلی کشیدگی قدیمه هستن زمانوی دختگی اما وقت دادنی بودن میخواد سرانداز و بعد ایرما چونون که میبینید زمانوی کرده دختم. عروسای ما از اول میخواد سراندازای تاجیکانه در سر میکردن بعد عروس می بردن با کرتای چکان. این را کنگره میگفتن پیش و قدیمه ده انا اینش غزالی میگفتن ایشا غزالی میگفتن ایشا مور پیچون میگفتن. من از این هنر شدم که چندین گلدختران جوان از این هنری من می آموزن یاد میگیرن با برای آینده خودشون در کار میشن. رفتم سر نالونک بینم غرمه پایان قرات تگین آبی گرمه گفتم نمرم یک بار ببینم غرمه آرمان بر دلم بیماند ندیدم غرمه آرمان بر دلم بیماند ندیدم غرمه. من نعمت رستم از این جانوی استقامت کننده نویه جیهون جماعت استقلال دهه نوروز. پیدایش یعنی از سواری ما از سال 1985. این اسب یک دولت هم میگه میشود. این اسب بسیار چیزی مهربان است. بسیار همین ماشین که سوار شدی اول ماشین تازه میکنی بعد در ماشین میشینی. انا برای همین که همین اسب صاحبش رو دوست دارد پیش از سوار شدن اول اسب یک تازه کردن در کار، یک مهربانی کردن در کار. این نیست که همین بری در یگان جمعه نیشه بعد سحر بیگه سوار شوی. پیش از سوار شوی اسب یک مهربانی میکنی، یک میشکی، یک تازه میکنی، یک که همین اسب با همین شکیدن گپ‌های خوب صاحب خود رو میشناسد. ما از خدمت حربی اومده سال 83 اومدیم. از سال 85 اولین اسبی که ما گرفتیم از طرف ناحیه 5 بربلاغ میگم یکم اسب امروز ما گرفتیم. این قریب 4-5 اسب پیشید ما میگیریم. مقصد به قدر اسب هم میرسیم. این اسب همه فقط گپ زدن هم بتونه دیگه چی که مهربانی کنی همون که اسب به شما هم مهربانی میکنه. برای همین بسیار به قدر اسب رسیدن در کار. اسب فقط شبانه که پیش اسب رفتی همون وقت صاحبش هم میشناسه. تنه که مثال ما نیو با سحری برای بینی شب 2 بار 3 بار خسته اسب رو خبر میگیری، آب میتی، که میتی، یک پشت پهلیش همیشه که تازه میکنی. نگاهبین اسب بسیار بسیار وزمینه. یکی اگه با همون رخ شکی بیایی که عذاب نمیکشی. چندی به اسب سیرگشت کنی اسب همون که بهتر همون که خوب میشود. اسب عموما بسیارتر جو دادن در کار، گندم نه.
مکنه این اسب فقط باید که جو بخوره. این از 3 کیلو تا 15-16 کیلو جو در یک روز معیار اسب نگه مینه. اسبی است که معده او را مثال 3-4 کیلو، این اگر 18 کیلو شدی میخوره. برای همین اسب مقصد فقط بگونی میتیش. بعد یک ماه ده 5 روزی 10 تخمی مرغ مقصد امو را به امو آمیخته کرده در همین درون جو اسب میتی. وقتی که او تخم ای اسب دادی، این اسب همون رای نفس کشوده شده، همه میکروب و خاک چنگ از رای نفس همی گم میکند. در وقتی تابستان، در همی چلی تابستان میگیم، از همه گرمتری همین وقتی گرمی، همون وقت اسب خنک میخوره. باید در چلی تابستان اسب بار کردگی باشه. بار میکنی تا گردنش محکم میکنی، اسب گرمی را نقض میبینه. انا وابسته به این وقتی که زمستان شد تنه اسب پشم نمیبروره. وقتی که در تابستان بارم کردی، این تنه اسب رنگ شیشه میشوه زمستانی. اگر ای تابستان بار نکردی، این اسب موه برآورده. وقتی که زینه میزنی اسب موه داره. وقتی که زینه میزنی در بزو بازی میکنی، زین هر طرف میکشند و پشم داره. زین خیلی که آدم در بالای یخ بازی میکند، همین زین به همون واسطه در بالای اسب همون تا میلخشه حاصل قفا میروه. وقتی که ای تابستانی اسب بار کردی، نگاه بینی خوب کردی، پشمش میریزه، زمستانی رنگ شیشه میشوه، زینه که زدی رنگ کلی میچسبه. بعد یورا نعل میزنیم. خیلی که آدم پایلوز در یک زور میگرده، در یگونجو میگرده، احتیاطانه یک سنگ پوچکش ده میزنه، یگونجو میزنه، کمتر ناراحت میشوه. برای همین این اسب ما نعل میزنیم. مقصد که نعل زدی، خیلی که با توفلی، با کراسوفکی، مقصد به همین توفلی که میگردی راحت کرده راه میگردی، اسب موشه همچونی. ما این همین ایمای مرد اخیری مرد اسب را علف سوزه ده سر میتیم، دیگه باز نمیکشیم گرم. برای که در گرمی اسب اگر شورتر دوانی اسب کسل میشود، مردنش ممکن. برای همین ایمای همین تابستانی ما همین نعلا را میزنیم، همین به همین نعل قطعی ما اسب را میباقیم تا ماه اوگوسته 3 کیلو 4 کیلو. بعد ماه اوگوستی برای اسب را گردوندن با پا خیزوندن چی، یک روز میریم 1 کیلومتر، پگاه میریم 1.5 کیلومتر، پگاه دیگر 2 کیلومتر، همین تا آسته تا 50 60 70 کیلومتر اسب میگردونیم. این آدمی که اگر یک به اسب دل بنده، دیگه قیمتر کندنش. این من خودم 58 ساله، این انشالله که حالا هم خیلی سازم خدارش گرد. گاه میرین سر بزرده بسیونه کم کم، خیلی گاه خمیشه میگیریم، یک بازی میکنیم. شاگوبان مبارک بروی شما مبارک، شاگوبان مبارک
بروی شما مبارک شاگون بهار مبارک بروی شما مبارک نوروز نازنین است گل بادم برین است نوروز نازنین است گل بادم برین است دخا سری زمین است شاگون بهار مبارک دخا سری زمین است شاگون بهار مبارک شاگون بهار مبارک بروی شما مبارک شاگون بهار مبارک بروی شما مبارک شاگون بهار مبارک بروی شما مبارک